بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز و گرامی، بینندگان عزیز، حالا نوبتی من چون عذر میخوام که چند نفری رو من عذرخواهی کردم، گفتم که بعدی 20-25 دقیقه سوالای شما را قبول میکنم و بعضیشون رو خاموش کردم، عذر میخوام. حالا ما حاضر هستیم که به سوالای شما جواب بدهیم. مرحمت. لبی جون. الو لبی جون. لبی جون گپ زنید. سوال باشه قبول است حتمی ان شاء الله. خدا خیر برکت موفق باشید. خب بیننده عزیز گرامی، من نام شما را نپرسیدم، عذر میخواهم. به هر حال یعنی حالا موضوع ما در صحبت ما در موضوع معامله زن و شوهری است. من در اول صحبتم گفتم که کامیاب شدن در تربیت فرزند قبل از همه از چی شروع می شود؟ از معامله نیک پدر و مادر. ما در تربیت فرزند که چیکار کنیم در تربیت فرزندان کامیاب شویم، در صحبت‌های آینده موضوع علایده میگیریم ان شاء الله. فعلا این صحبت ما در موضوع معامله زن و شوهر. لیکن ما چیکار کنیم که در تربیت فرزند کامیاب شویم؟ قبل از همه باید بین زن و شوهر احترام باشد. حالا در زندگی یک چیز است، تمام مرد از زن دو چیز میخواد، یکی احترام، یکی اهمیت. لبی علیکم سلام. مرحمت. بله سلامت باشید. خدا خیر برکت. سلامت باشید. موفق باشید. خدا خیر پاداش. سلامت باشید. خب تمامی مرد، چی جوان، چی میان عمر، چی کلانسال، در زندگی از زن دو چیز میخواد، یکی احترام، یکی اهمیت به چیزهای خریدگیش، به سر لباسش، به خانهش، به جای خوابش، به هم اهمیت دادن. زن یک چیز میخواهد، فقط مهر و محبت. مادامی که این در بین زن شوهر به وجود آمد، در تربیت فرزند کامیاب میشود انسان. حالا من در اخیر اولی صحبت گفتم که خوشبخت‌ترین زن شوهر، خیرخواه‌ترین زن شوهر نسبت همدیگر است. در تمام امور زندگی باید کامیاب و موفق میشوند. لبی جان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. خدا خیر پاداش دهد. لبی جان از شهر ایسور برادر خیرالله. لبی جان گوش میکنم. خدا خیر پاداشتون تید. سلامت باشید. مقصدی مرکز اسلامی هم همین است. خدا همیشه شما رو خرسان نگه دارد. لبی جان. حتمی ما این رو به نظر میگیریم. صحبت آینده انشالله در تربیت فرزندان می شود. حتمی صحبت آینده. خدا خیر پاداش زیادتون تید. سلامت باشید. حتمی شما جوابی سوال میگیرید انشالله. سلامت باشید. سوال اول این بود که میگوید که پدر و مادر برای تربیت نکردن فرزند، یعنی فرد روز قیامت پرسیده میشه. یعنی یگانه سوالی که پروردگار از پدر و مادر میپرسد این تربیت نکردن، حتی به عذاب گرفتار میشود پدر و مادر. حتی در روایت های اومده است که فرد روز قیامت
فرزند دعوا میکند که این پدر و مادر من بدن که من رو تباه کردن، بدبخت کردن، گمراه کردن، در ضلالت تیله دادن، در گمراهی، در غارت، در دزدی تشویق و ترغیب کردن، در ظلم و ستم من رو تشویق و ترغیب کردن. اینا رو تو چند عذاب کن. حتمی پدر و مادر برای تربیت فرزندش، فرزند این امانت است، فرزند این نعمت است. هر نعمتی رو پروردگار به بندهش میدهد شکر اون میخواهد و شکر فرزند، شکر این نعمت تربیت فرزند است. حتمی فردا روز قیامت یعنی گمراه کرد فرزند رو، اوباش کرد فرزند رو، بیهوده کرد، دیدو کرد فرزند رو، چکوری کرد نکرد، خدای نکرده، حتمی مجازات و پرسیده می شود، حتی عذاب دارد. اما از سن بلاغت، بعدی که فرزند به سن سال بلاغت می رسد، هر عملی که انجام می دهد فرزند اون رو خودش جزایش رو خودش، جوابش رو خودش می گوید. اما یگانه مسئله ای که پدر و مادر عذاب می شوند یا سوال می شوند، این تربیت نکردن فرزندان است. لبجو الو اوستون قطع شد بفکرم. الو یک واقعیتی دیگر بگویم. کامیاب شدنی در زندگی و کامیاب کردن فرزندان کاری سهل و آسان نیست. خون جگر میخورید که بعد خیلی سعی و تلاش میکنید که بعد در تربیت فرزند کامیاب شوید. با بیهودگی و با غافلی و با بی‌پروایی و با دیگر هیچ وقت انسان در تربیت فرزند کامیاب نمیشود. خون جگر میخورید که یک فرزند رو تربیت کنید که شخصیت شود. برای همین حتی در کامیاب شدن در زندگی بین زن شوهر که موضوع ما هست با آسانی نمیشود. روزی درست باید شما فکر کنید که حالا من خونه رفتم همسرم زنم رو چگونه آغوش بگیرم و چگونه صحبت یا چی جمله بگویم که کامیاب شوم. باید این باشه در فکر انسان. لبی جان و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدا خیر برکتتون تیاد. لبی جان سلامت باشید. حتمی جواب میدم. سلامت باشید. آمین. سلامت باشید. خب پدر، برادری سوال میکند که پدر حق دارد از مالی فرزندان استفاده کند؟ حق دارد. پدر تو اندازه ضروریات زندگیش حق دارد که به اجازت فرزند از اون مال فرزند استفاده کند. اما از زیادتی که از مال فرزند بگیرد به کدام دوستش، همکورسش، نمیدونم که رفیقش یا دیگر بدهد، نه، در این حق ندارد. اما هر چیزی که ضروریات زندگی از خوردنی، پوشیدنی، سوارشوی، خانه که در اون یک زندگی یا که شرایط زندگی وجود داشته باشد، پدر موافق شریعت حق دارد که از اون چیکار کند؟ استفاده کند. این حق پدر. اما برای فرزندان، برادران عزیز، تجربه و حیات زندگی اثبات کردگی است که وقتی که فرزند مالش رو برای پدر یا مادر دریغ نمی‌دارد، خداوند عزوجل چند صد برابر زیادتی برای اون خیر و برکت می‌دهد و عزت و برکت و سعادت رو از فرزندانش می‌بیند. تجربه حیات و زندگی اثبات کردگی است که هر کسی که پدر و مادر احترام کرد، عزت و برکت دید و هر کسی که آزار داد، ضرر و خور و ذلیل شد. ضرر دید و خور و ذلیل شد. این معامله فرزندی و پدر و مادری خیلی معامله حساس نازک است. من یکی از علما، از دانشمندانی که با اون صحبت داشتم که متاسفانه در زندگی ناکامم هستند، علم دارند، تقوا دارند، یعنی پرهیزگاری دارند، نمازهای
شب دارن، همه رو دارن، لیکن در زندگی در معامله با فرزندان و با اویله ناکامه. از زبان خودشون گفتن من پدر نصیحتی پدر رو نگرفتم، یا به عباره دیگر پدر آزار دادم، برای همین به چشم سردیده ایستادم. شما در حیرت نمانید. حالا ببینید یک عالم، یک با تقوا، یک پرهیزگار، یک دانشمند، یک شب زنده دار، مادامی که یعنی در معامله با پدر و مادر در جوانی یعنی لغزش دارد که طول حیاتش ناکامی هست، در اویله خود اعتراف میکند که این از همون معامله بدی در جوانی هم معامله بدی با پدر داشتم، با پدر. برای همین برادران عزیز، بینندگان عزیز و گرامی، هیچ وقت از پدر و مادر مال و اموالتون رو دریغ ندارید. سوگند به پروردگار، قسم خوردن خوب نیست. وقتی اون پدر است یا مادر است میروید آرزو میکنید که تمام میشد تمام دارندگیم رو بدهم. البته انسان مسلمان آرزو میکند که ای کاش مادرم میبود که تمام دارندگیم استفاده میکرد که حالا از دست رفته است. برای همین تا وقتی که وجود دارم، اگر میخواهید که زندگیتون، فرزندانتون، خانه‌تون، نبیرگانتون در پیری هنگام سکرات موت مرگ آسان بیاید، با پدر و مادر مناسبت مخصوص کنید، گذشت داشته باشید، همت داشته باشید، یعنی معامله نیک داشته باشید. تمام خیر و برکت در زندگیتون میاد، در عمر و رزق و روزی و فرزندان و تجارت و مهنت و زحمت و خانه و پیرانسالی و همه برکت در نتیجه همین انشاءالله انیق میآید. لبه جون. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. خدا خیر پاداش زیادی از شما رو سلامت باشید. خب محمد از شهر چنبید. لبه جون. خدا خیر برکت جان. ما هم کوشش میکنیم که به منفعت باشد، یعنی انشالله خدا همچنین یک عبادتی که برای خود ما و برای همه بینندگان ما مفید و منفعتناک و با اجر و پاداش باشد انشالله. با امید همین ما این برنامه میگذرونیم. لبه جان. خب روشنی. سلامت باشید. خدا خیر پاداش دهد. موفق باشید. سلامت باشید. موفق باشید. خب وقتی که فرزند زن شوهر جدا میشوند، حالا فرزندا به ذمه کی میماند؟ موافق شریعت وقتی که فرزند در سن سال خردسالگی است که نیاز به آغوش مادر و نیاز به شیر دادن مادر یا نیاز به آغوش مادر دارد، تا اون وقت در ذمه مادر است، لیکن تمامی صرف و خرجش رو پدر میکند. با مادر هم که باشد موافق شریعت، یعنی موافق شریعت. ولو فرزند خردسال است، پدر نمیتواند سرش تکند اون رو، پدر نمیتواند یعنی بجا بیارد، یعنی شستشو خردسال است کودک، وظیفه مادر است. مادر نگهبینی میکند لیکن پدر پرداخت میکند. لبه. علیکم السلام و رحمت. خدا خیر برکتتون دهد. از شهر پنجکین شما کی هستید میبخشید؟ از شهر پنجکین شما کی هستید میبخشید؟ امین جان. برادری عزیز امین جان، سوال چی بود؟ حقوق زن در اویله. تمام. سلامت باشید. موفق باشید. خدا خیر برکت. خب یعنی موافق شریعت اسلامی حقوق زن در اویله، که حقوق زن بالای شوهر. زن حق دارد و مرد هم حق دارد
و حق زن خوردنی هایش، پوشیدنی هایش، مکانی زیستش که باید شرایط داشته باشد در خانه، شرایطی ضروریات زندگی رو داشته باشد در زندگی. این حق زن است. معامله نیک و اظهار محبت.